اورژانس بفرمایین. سلام. سلام. گوشه بده مامانت ببینم. مامان خوننی. چه شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ آروم باش حاله، به من حرف بزن ببینم چه شده. تنهایی؟ نه بابا خونه هست. بابات خونه است؟ نه بعدش خیلی حالش بد شده. حال بابات بد شده؟ میتونه حرف بزنه گوشیو بهش بدی؟ نه حالش خوب نیست. الان برو بالا سرش صداش کن ببین چشماشو باز میکنه. تو چند سالته؟ 10. خب الان بلدی گوشیو بذاری رو بلنگو؟ من با بابات حرف بزنم؟ آره. خب برو پیشش گوشیو بذار رو بلنگو. الو. الو چی شده آقا؟ سلام. سلام، ببخشید من حالا دیگه هوا اینو خیلی اذیتم میکرد، امروزم نتونستم برم سر کار. خب الان تنگ نفس داری؟ تنگ نفس که چی فشارم فکر میکنم رفته بالا و خودم عرق کردم، عرق سرد. چند سالته؟ 52 سال. سابقه مشکل قلبی هم داشتی؟ قدیم آره یه مقداری چی داشتم ولی با ورزش و اینا حل شد. خب الان درد نداره قفسه سینت؟ چرا درد داره؟ درد داره. خب آدرس تو به من بگو، کدوم شهری؟ اصفهان. خب ببین آقا، من آمبولانس رو برات فرستادم. دخترتو بفرست بره در خونه رو باز کنه، گوشیتونم پاسخگو باشین که آمبولانس اومد راهنماییش کنی. بله چشم. خدا نگهدار. الو. سلام سلام. عزیزم، یه آمبولانس اومده، رفتین راهنماییش کنین؟ دیدین آمبولانسو؟ آره. آره دیده. خدا. و کسی که انسانی را حیات بخشد مانند این است که تمامی مردم را حیات و زندگی بخشیده است.